مردانه پهلوان جمهوری تاجیکستان کامرانشاهی اوستوپریان و حریف او جندریف از جمهوری ازبکستان میدانداری میکنند و این پهلوان ازبکستانی به زیر گروه سی شامل بود و در دیدار اول حکمت اللهیف ورزشگری ناحیه شهر نو از جمهوری تاجیکستان را مغلوب کرد جندریف. در مقابل اولیموف هم این پهلوان ازبکستانی غلبه به دست آورد. در واخوری نیمه نهایی محمد فرهادوف را دچار شکست نمود و به این دور راه یافت. کامرانشاه اوستوپریان در دیدار اول آزاد بود. پهلوان قزاقستان پاک سرگی را هم در خیلی فرصت کوتاه دچار شکست نمود. موین آریپوف رقیب پهلوان تاجیکستان در مرحله نیمه نهایی بود که او را هم مغلوب نمود و به دوری فینالی برآمد. اکنون در این مرحله تماشا میکنیم که چی اصول چی تاکتیک پیشه کرده می شود و کدام از این پهلوانان به مقام افتخاری ارزندند. دو پهلوان کشورهای همجوار دوست و برادر تاجیکستان و ازبکستان که امروز در هشتمین مسابقات بین المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مرحله نهایی برآمدند و امروز هم یک روز تاریخی برای مردم شرفمند تاجیکستان است که روز جشن زبان مادری است و شکر از فضای آزاد و آباد وطن محبوب ما تاجیکستانی عزیز که خدمت‌های شایسته سرور معظم ملت در این سمت در این زمینه و در باقی ماندن شهرت و نفوذ زبان مادری خیلی بزرگ است و امروز هم ما افتخارمندانه از این لحظه های جالب سخن میگوییم. با زبان ناب تاجیکی شرح پره رقابت های تمام مسابقات فراقاروی و جهانی را اینجا هم منظور بینندگان میکنیم که این هم بار دیگر از تاریخ پرغناوت زبان ناب تاجیکی درک میدهد. رقابت در این فرصت میبینیم که باز هم جالبتر می شود. سهراب رحیم با کامرانشاهی اوستوپریا برای آن اشتباهش شیدا داد و اکنون این روند حالا قدر مقبول کامرانشاه نشد. مبارزه در مرحله نهایی باز جریان میگیرد. پهلوان ازبکستانی چون جندریف در مورد به این مرحله راه یافتنش حرف زدیم. دیگر بار همان لحظه اندک پیشین رو هم بیاید یک بار دیگر ببینیم. این لحظه آخرینی بود که چرا کامرانشاه خودداری کرد. حالا مته یا استید امر نبود و شیدای کامرانشاه بیکار کرده می شود یا چی لحظه ای که اندک توقف شد. کسبیت هر دو پهلوان خیلی نمایان است. از جانب هر دو ورزشگر هم حرکت هایی که به خاطر باز هم بهتر انجام یافتن این نیروسنجی باشد هست و کامرانشاه را اینجا دیگر بار میبینیم که خود را آزاد گذاشت و پهلوان ازبکستانی در مقابل او باز اینجا هم اندک فشار را دوچند کردنی بود و اکنون کامران با یک جدیت دیگر توجه میکند. آنچه هست در میدان باید با صمیمیت و با احساس بزرگ وطنداری نشان دهد که جایزه طلایی و جام در تاجیکستان باقی ماند. بسیار هم دقیقه دوم اندک برای تقویت ملکه بهتر نشان دادن همون اصولهای خاص به گوشین جدا این فرصت هم فراهم هست و دیگر بارا کامرانشاه در جریان مبارزه به این سمت اعتباری زیاد میدهد و جندریف ورزشگری خلعت کبود داشته مهمان مردم تاجیکستان این از کشور همسایه ما ازبکستان است. حالا کامرانشاه یک حرکت دیگر و هر دو پهلوان هم
برای با وجود آوردن امکانیت خوب یا فرصت مساعد تلاش کرده ایستادن، لیکن براستی خوف نزدیک آمدن اینجا هم به نظر می رسد که پهلوانان فاصله را بسیار خوب رعایت میکنند. هر یک عمل، هر یک حرکت باز هم وقتی مخصوص خود را دارد و باز هم اینجا حرکت خاص خود را دارد. برای همین کامرانشاه حالا جهت دریافت آن همین سمت بیشتر مبارزه میبرد. پهلوان ازبکستانی هم یک اصول سر کتف را رجوع کرد که خوب آغاز کند، اما کامرانشاه امکانیتش نداد. از قسمت داخلی با این ترتیبی که قبلا کامرانشاه حریفانش را دچار شکست میکرد، اما در مقاومت حریف پرقوتش حالا این اصول آنقدر خوب اجرا نمیگردد یا به مطلب نهایی کامرانشاه رفتن نمیرسد. دیگر باره باز هم به همین سمت اعتبار میدهد. دیگر باره هم میخواهد در روند تلاش داور فکر میکنم به هر دو شیدو باید دهد برای کشال دادن وقتی که اینجا هم خیلی به نتیجه است. حالا یک لحظه بعد یعنی که کمربند را اینجا هم جندریف درست میکند و فکر داور شیدو به هر دو. بله دقیقاً تقویت تکمیلی و بیشتر حرکت لازم است، حرکت مقصدناک، یعنی زحمتی که نتیجه بخش باشد. با حرکت های بردرو با اون شکل اصول حالا این رو ما ندیدیم، لیکن برکندن هر یک قپیدن های یکدیگر گاه این حالت رو هم بسیار در جدای نازک است. حالا که یک دو سه باز دیگر سمت و پیوسته باز به همون وقتی اضافه توجه میکنیم به امتیاز طلایی که به کدام از این پهلوانان کشور دوست و برادر نصیب میگردند. چهار دقیقه وقت معمولی هر دو هم مبارزه کردند. از نظر حرکات معمولی تاکتیکی هر دو هم یکسان هست. نتیجه با دو کارت زرد یک اوچیمت معمولی کامرانشاه به نظر می رسد که ثمره بخش نبود و حریف هم به همون زیدی اوچیمت حریف با ساتوگری و با این ترتیب ببینید چی حرکات جذاب و دیدنی، چهره های نچندان شناخته شده و این شیوه حریفان ناماشنا را پرتاب میکنند. ولی به هر حال عمل ورزشگر ازبکستان گمان میکنم شایسته تحسین بود، چون که کسی انتظار نبود که چنین واکنش از سوی پهلوان ازبکستانی در اینجا رقم میخورد. عوض مرادوف در صورت پیوپی با چنین حرکات اگر شرفیاب شود، پس احتمال دارد که او یک گام پیش بردارد. بله جندریف که در مرحله های گذشته نیست با اقتدار و با همون حرکات و قدرت فوق‌العاده خود ظاهر شده بود. این بار هم در برابر دو کرات قهرمان بازی های آسیا و 3 کرات برنده گران پری دست و پنجه نرم میکند. پایزنی های کامرانشاه از یک سمت به یک سمت دیگر، ولی با شکم افتیدن این ورزشگر ازبکستانی گمان میکنم کار را حل نخواهد کرد. رقابت ادامه مییابد به گمانم، چون که ورزشگر ازبکستان هم در گذشته چنین اجرای کار داشت، ولی به هر حال وقت نشان خواهد داد که کدام از این دو چهره با استعداد، دو پهلوان با مهارت، اگرچه در اجرای حرکات پرتاب بالای شانه و سان یک، ولی در بخش استحکام وضع پای ورزشگر ازبکستان را ببینیم چگونه هست. نه،
муваффақият омоз нест, вале партоби болои шонаи Комроншоҳ бисёр ҷаззоб буд. шӯру шавқи мухлисон ҳам зиёд мешавад. дар сурати муваффақият Комроншоҳ ду бор пайопай барандаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳад буд. дар вилояти Суғд ҳам баранда шуд, вале дар соли 2021 низ феълан дар финал ҳаст. акнун боз ҳам истеъдод ва маҳорати даргирии Комроншоҳ, пойзаниҳои ба мавқеъ, партоби болои шона, иҷрои усул довар манъ мекунад. шӯру шавқи мухлисонро бубинед. шояд ба хотири сеюмин шидо корди зарди ҷазо додан ба варзишгари Ӯзбекистон, вале доварон ҳам хомӯш ҳастанд. гумон мекунам бо адолатона амал доранд доварон то ин ҷо. ва ба ҳамин тартиб Комроншоҳ боз ҳам сареият ё ҳамон суръатафзоӣ дар айни гирифтан дорад. бубинед аз як самт ба самти дигар, вале манъ мекунанд, рақобатро манъ мекунанд. сеюмин шидо шояд ба варзишгари Ӯзбекистон. бале вақте дар майдони ҳариф рақобат мекунӣ, бояд як сару гардан аз ҳариф боло бошӣ. ин гуфтаи Саидмунир Раҳимов буд ки ба варзишгари Ӯзбекистон тааллуқ дошт. Комроншоҳ имрӯз дар бахшҳои партобӣ фарқкунанда буд. агарчи партобҳояш ҷаззоб, ҷонона набуданд, вале ба ҳар ҳол аз лиҳози тактикӣ бисёр амалкарди хубе дошт ва барандаи ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазни то 90 кг